سالها توپ از سمت راست میگرفت، با سرعتش بازیکن حریف رو جا میذاشت و بعد از تغییر جهت و حرکت ارضی به سمت محوطه با شوت پای چپش گل میزد. همه این سالا تمام مدافعای روبروش از شگردش خبر داشتن و بازم نمیتونستن مانعش بشن. از تیم‌های مختلف بوندسلیگا تا بارسا و یووه تو لیگ قهرمانان زهر فن مخصوص روبن چشیدن. درخشش تو یورو 2004 روبن رو به پیراهن چلسی مورینیو رسوند. چلسی با روبن پادشاه انگلیس شد و بعد با رفتنش به مادرید پادشاهی لالیگا رو تجربه کرد. با این حال طرفدارای بایرن بیش از هر کسی از داشتنش لذت برد. سال 2013 و خودش گل قهرمانی اروپا و ثبت 3 گل رو زد. دنبال میکنه موقعیت، این توپ دیگه نمیتونه گل نکنه و توی دروازه. آریان روبن قهرمانی لیگ تو 4 کشور مختلف و فینال جام جهانی با هلند افتخارات روبن رو دست نیافتنی میکنه.